هی گایز خوش اومدید به ویدیو جدید. امیدوارم که هر جا هستین حال دلتون خوب باشه. آقا امروز اومدیم با هم بریم یه مراجعه کنیم به قسمت پرایم، یکم در موردش توضیح بهتون بدم و اینکه بهتون بگم چطوری باید سجیم رایگان بگیرید. لینک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. بزن بریم سراغ ویدیو. خب بچه‌ها، از اون قسمت که وارد پرایم بشین، این پرایم 8 تا لول داره. خب که لولاش با مقداری که چقدر جم بزنید روی کانتتون بالا میره. از قسمت پرایم یک آواتار و بنر بهتون میده. البته فقط آواتار بنر میده. از این قسمت هم قسمت گیف باز میشه که جایزه بهتون میده. قسمت پرایم 3 هم یخ بهتون میده. پرایم 4 دست بهتون میده. دیگه همینجا خودتون به جزئیاتش رو نگاه میکنید. قسمت 5 هم همینطور. حالا به پروفایلاتون نیمتون یکم رنگ اضافه میشه و این داستانا. قسمت 6 هم باز همین جوره. پروفایلتون انیمیشن پرایم میگیره. دیگه پرایم 7 یکم مهمه که همین پرایم استور داره و هرکی که بخواد بیاد تو بازی شما میتونید زودتر براش اسپین بزنید. قسمت پرایم استور هم دیگه میتونید با جمعی که بیاد و میتونید دریافت کنید. پرایم 8 هم میتونید لباستون رو اشتراک بذارید. چجوری بگم، میتونید کنار اسمتون که مثلا ایبدیج بود یه دونه ای میمد، این یه دونه مثلا همین لوگو خود پرایمه. دیگه همین بود. میریم قسمت گیف. چرا نمیاد باگ خورده؟ خب بیخیال بزنیم بیرون دوباره بریم. خب باگ خورده. این قسمت سجمو داریم که موقعی که وارد میشید همون دیفالت همون روزی که وارد میشید همون اوکی میکنید و قسمت کلایم میاد و کلایمش میکنید. گزینه بعدی هم گزینه بعدی هم دیگه مال عید نمیدونم چیه و دیگه به هر مناسبتی بهمون جایزه میده. حالا نمیدونیم جایزه‌اش چیه تا همون روز ببینیم جایزه‌اش چی میتونه باشه. این قسمت هم لیدر بوردشه که دیگه هرکی بیشتر جم بزنه میاد تو لیدر بورد. خب بچه‌ها، لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. فعلا بدرود.